خب تو این قسمت از آموزش میخوام بهت بگم که چطور میتونی از تلگرام فایل هایی که داری و مثلا ویدیو، موزیک یا دوره های آموزشی که داخل تلگرام هستن، PDF، هرچی که داری چطوری بتونیم از تلگرام به راحتی دانلود کنی بدون قطعی، بدون مشکل. چون میدونن بخواد تلگرام فایلی که میزنیم برای دانلود یا قطع میشه یا پروکسی مشکل داره، سرعت اینترنت پایینه و هر مشکلاتی دیگه. میخوام الان بهت بگم چطور میتونی از تلگرام فایل خودتو دانلود و به صورت نیم بها تبدیل بکنی و اگرم دوست داشتی به صورت آنلاین هم تماشا بکنی. خب دکمه کلیک راست میکنم، دکمه فوروارد رو میزنم. خب برای گوشی انگشت نگه میداری سر ویدیو یا موزیک یا هرچی که داری، مثلا آهنگ، PDF، پکیج، فایل زیپ، هرچی که هستش انگشت نگه میداری، یه پنجره اینطوری برات باز میشه. دکمه فوروارد رو میزنی. خب این بالا می نویسیم لینک. خب اومدش خودش. خب ربات خودش اومد، میزنی و انا من یه لیست اینجا آماده کردم داخل سایت آکادمی طراح نو. تو این دوره که دارم ضبط میکنم همونجا قرارش میدم. نیاز نیست شما خودتون اذیت کنید بگی آیدی ربات نذاش یا چیزی، نه، همه اینا رو داخل اون لیست قرار میدم برات. خب برای ربات ارسالش میکنی، ازمون سوال میپرسه، میگه این فایلی که الان ارسال کردی و میخوای چیکارش بکنم برات. خب میگم تبدیل به لینکش بکن، دریافت لینک اینجا نوشته. خب میزنی، یه چند دقیقه صبر کن، چند ثانیه صبر کن تا این فایل از تلگرام دانلود و داخل سرویس خودم بذارم و لینکش رو به تو بدم. میگم اوکی، منتظر میمونم. این ربات تا یه حجمی، تا یه جایی رایگانه. بعد میگه اشتراک بخر که بتونی بیشتر دانلود بکنی یا بیشتر فایل های سنگین تر بدی. خب برای همین من چند تا ربات گذاشتم، گفتم که اگر فایل هاتون زیاد هستش پخش کنید داخل این ربات ها و بتونید حجم بیشتری دانلود بکنید. خب تا اینجا ما لینک رو گرفتیم، کلیک راست میکنیم، کپی لینک رو میزنیم یا انگشت نگه میداری. چون من کامپیوترم با کلیک راست بکنم، برای گوشی انگشت نگه میداری، همین پنجره باز میشه، کپی لینک رو میزنی. بعد میایم سایت برای داخل آکادمی طراح نو گذاشتم، اونجا وارد این سایت که میشید لینکی که از ربات گرفتیم و این لینک رو گرفتیم و داخل اینجا میذاریمش. خب قبلش میام چکش میکنیم ببینیم لینکی که به ما داده ایرانی هستش، ایرانی نیست. بله لینک ایرانی نیست، ترافیک داخلی محسوب نمیگردد و لینکی که الان ما اینجا گذاشتیم تبدیلش میکنیم به نیم بها. یه کوچولو صبر میکنیم تا این لینکی که ما از ربات گرفتیم و به این سایت دادیم رو برامون نیم بها بکنه. خب لینک الان به ما داد، الان با چی کارش بکنیم؟ دوباره چکش میکنیم لینک رو. بله لینک ایرانی و ترافیک داخلی محسوب میگردد. خب الان ما این ویدیو رو تبدیل به لینک نیم بها کردیم. حالا اگر هم دوست داریم میتونیم به صورت آنلاین تماشا بکنیم، چون ما داخل قسمتی از سایت طراح نو یه بخشی گذاشتیم پلیر آنلاین. خب لینک ویدیو یا موزیک بهش میدی و به صورت آنلاین میتونی نگاه بکنی. خب لینک رو میذاریم، دکمه پلی رو میزنیم، یه کوچولو صبر میکنیم تا این لینک رو بخونه و به صورت آنلاین بتونیم تماشا بکنیم. خب همونجور که میبینید ما لینک گذاشتیم اینجا، دکمه پلی رو زدیم، برامون این ویدیو اومدش. دکمه حالا یه خورده میزنم جلو که
مرورگر تور و یه نرم افزار DNS هستش. همونجور میبینید الان داره برامون پخش میکنه. خب هیچ فرقی هم نمیکنه چه گوشی باشه، چه کامپیوتر باشه، تبلت و لپتاپ، همه به صورت یکی هستن. نیاز نیست آموزش این قسمت رو چند تایی کنم، یعنی هم برای گوشی درست کنم هم برای کامپیوتر، چون همه از یه ربات و یه کامپیوتر و همه همین جورن، هیچ چیز خاصی نداره. فقط یه فایل فوروارد کنی واسه ربات و تبدیل به لینکش میکنی و چیز خاصی نداره و همین لینک رو میگیری به این سایت میدی، نیم بها میشه، اینجا میتونی دانلود بکنی و یا به صورت آنلاین تماشا بکنی. همین، چیز خاصی توش نیست که بگیم اذیتی باشه بخوایم چند تا دوره درست کنیم زیادش کنم براتون، نه، خیلی آسون هستش و به راحتی میتونید شما استفاده بکنید.